مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی 4 روز آخر ماه ایون سال 2024 در 6 صدمه در راههای تاجیکستان 13 نفر به هلاکت رسیدند. از جمله 27 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 19:10 راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف باباجان سال تولدش 1997 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت نویه مومن آباد در حدود دهه آفتابلیقای شهر کولاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین دیگر تمغه اوپل استرا تحت اداره لطیفوف عمرجان سال تولدش 2000 ساکن نویه مومن آباد برخورده است. در نتیجه مسافران اوپل دوم شریف و بنفشه سال تولدش 1986 با فرزندانش امینجان رحمانعلی سال تولدش 2019 صبرینه رحمانعلی سال تولدش 2011 علیجان رحمانعلی سال تولدش 2014 ساکنان نویه مومن آباد علیف رمضان سال تولدش 1999 ساکن نویه مومن آباد و خود راننده لطیفوف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. رمضان نسیم جان سال تولدش 2006 ساکن نویه مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف و مسافرانش نورالشای قربان سال تولدش 2006 نابالغ گل و مدینه سال تولدش 2009 و پنشیر محمدزاد سال تولدش 2005 ساکنان نویه مومن آباد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همچنین 27 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه تویوتا رحیموف رزاق سال تولدش 1964 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه لیرمنتوف از طرف کوچه شیروزی به سمت کوچه شیروزی پایتخت با دوچرخه و موتورسیکل تحت اداره میرزایف زاکر سال تولدش 1995 ساکن پایتخت برخورده است. در نتیجه دوچرخه‌ران میرزایف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته از جانب راننده به بیمارخانه دسترس گردیده پس آن نام برده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز هم 27 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا قربانوف باقی محمد سال تولدش 1976 ساکن نویه مشجع هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوجند چنوق در حدود جماعت شهرک سغدیان نویه مشجع از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست راه برآمده افت را چپ کرده است. در نتیجه مسافر داخل ماشین مذکور ایسای و عزیزگل سال تولدش 1973 ساکن امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شام 28 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 23:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا لطیفوف اکبر سال تولدش 1967 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد نویه مومن آباد به سمت شهر کولاب در حدود جماعت دیوت باغچه نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت قفای ماشین بارکش تمغه کماس تحت اداره نوروف خبیر سال تولدش 1976 ساکن امین نویه که در کنار راه ایستاده بود برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا لطیفوف جراحت‌های جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. 29 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 17:20 راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا کوزیف شیرزاد سال تولدش 2000 ساکن نویه 8 هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند 8 در حدود نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از راه برآمده افت را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده کوزیف و مسافر ماشین مذکور هاشم و گلنوزه سال تولدش 2002 ساکن نویه 8 جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر خدایبردی و آزاده سال تولدش 2002 ساکن نویه 8 با برداشتن جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. 30 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر اسدالله اسمت الله سال تولدش 1987 ساکن شهر روغون هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر روغون در شورای وحدت رشت لخش در حدود جماعت دیوت 30 سالگی استقلال نویه فیض‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکترا که تحت اداره رجبوف سعدالله سال تولدش 1966 ساکن شهر روغون در کنار راه در حالت بی حرکتی می ایستاد برمیخورد. در نتیجه راننده ماشین تمغه خوندای پورتر اسدالله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.
راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.